بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، بنده های خوب خدا، همنشینای نازنین یاد خدا، علیه که خوب باشین، سلامت و تندرست باشید. خیلی ممنونم که نشستید پای تلویزیون و یاد خدا رو تماشا میکنید. حتما منتظرین تا گفتگومون رو در محضر آقای کفیل عزیز شروع بکنیم. این نوبت میخوایم شروع بکنیم ادامه فرازهای ابتدایی دعای 14 صحیفه شریف سجادیه. بعد از صلوات که میفرستیم و برمیگردیم انشاءالله گفتگومون رو خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات فرستادن، دعا خوندن، مناجات کردن هر جایی خیلی خوبه، مخصوصا توی سری مکانهای نورانی و معنوی و روحانی مثل امامزادگان شریف و واجب التعظیم و لازم التکریم که الان ما شرف حضور داریم در یکی از این مکانهای مقدس که امامزاده ابراهیم و محمد علیهم السلام هستند که از با 5 واسطه فرزند امام هفتممون امام کاظم علیه السلام در شهر مقدس قم هستند. انشاءالله مشرف شدین حرم مطهر خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها. بعد از اون حتما اینجا هم مشرف بشین و زائرشون باشین. خیلی ها دست خالی میان و دست پر برمیگردن، انشاءالله شما هم جزوشون باشین. سلام علیکم و رحمت الله. جای کفیل عزیز، خیر مقدم. علیکم السلام و رحمت الله. مخلصی، خوش آمدید. سلامت باشید. خداوند متعال به هممون توفیق بده که واقعا بتونیم بهره مند بشیم از این انوار مقدس انشاءالله. و خدا توفیقمون بده واقعا پیوندمون با این حرم ها خیلی بیشتر باشه، خیلی بیشتر باشه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو. افطارشون بوسه بر قبر کریمه اهل بیت بوده. یعنی یا مولا صدرا از کهک پیاده می آمده اینجا پاسخ علمی می گرفته برمیگشته. اینا گاهی متوجه می شدن اینجا چه خبره. این حرم ها، این مزرعه ها انصافا همه نور و جایگاه مقدسیه. خدا توفیق ما بده انشاءالله بتونیم بهره مند بشیم انشاءالله. این که فرمودید با بوسه از ذریعه مطهر حضرت کریمه افطارش رو باز بکنن، یادم افتاد علت شیفتگی شهید مطهری نسبت به علامه طباطبایی هم این بوده. روحی فدا میگفتن بدون شما چرا انقدر آخه ارادت و این همه شیفتگی شما مثلا به خاطر تفسیر المیزانشونه. شما گفتن تفسیر من زیاد دارم، درسته این تفسیر نمونه است و اینا، منتها نه این نیست. علتش اینه که ایشون مارمزونا که اینجا قوم بودن روزه بودن هر روز افطارشون می‌بردن با بوسه از ذریعه مطهر. خیلی عجیبه. و به خاطر همینه من انقدر عاشق و واله و حیران ایشونم شهید مطهری. رحمت الله علیه و رحمت الله. خدا توفیق بده اون یه قدری از اون معرفتی که اینها نسبت به این ذوات مقدسه داشتن نصیب ما هم بشود. خب دعای 14 صحیفه شریف سجادیه. خب چند سطری ترجمه بله. شد. بس گفتیم دعا اصلا دعا هنگام مظلوم واقع شدن، مورد ظلم و ستم. امام علیه السلام اللهم فصل علی محمد و آله. تو صحیفه شاید حدود 200 مرتبه صلوات آمده در این 54 دعا. خب صلوات فقط یک ذکر عبادی نیست، خیلی آثار و برکات داره ها. همه آثار بماند افضل از کاره و چقدر تأکید شده. امام انصافاً با دعا و مناجات و عبادت و معرفی حضرت حق، جالبه صحیفه هر دعایی وقتی می‌نگریم به یک موضوعی میپردازه، اون موضوعی که جامعه باهاش درگیره. شما نگاه کنید امام عبارت بعدیشون اینه اللهم فصل علی محمد و آله و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی به قوتک. خدایا بگیر ظالمه، اون ظلم کننده به من رو، او دشمن منو از این که به من ظلم کنه به چی؟ با قدرت خودت. یعنی خدایا اون کسی که
میتواند او ظلم کننده به ما رو زمین گیر کنه، جدای از ظلم کنه، فقط قدرت توی خداست. خدای تو این کار رو بر من انجام بده. وفلل، چقدر دقیق امام سجاد دعا میکنن، وفلل حده عنی به قدرتک. خدایا به تعبیر این شمشیری داره، این تیری داره، اینو چه کارش کن، به توانایی خودت، به قدرت خودت، به توان خودت اینو کند کن. یعنی که نه این شمشیر برنده نباشد، این شمشیر کارایی نداشته باشه. بعد امام ادامه میدن وجعل له شغلا فی ما یلی. خدایا او رو مشغول کن، او رو سرگرم کن به موضوعات دیگه. یعنی خدا کنه انصافا تو اسرائیل بحرانی رخ بده، یه اتفاقاتی رخ بده که کم و بیش هم رخ داده، یه اختلافاتی رخ بده که دیگه اصلا از حمله به لبنان، از حمله به فلسطین، از حمله به این کشورهای اسلامی ذهنش درگیر بشه. امام مبنا دارن وارد میکنن. چیزی به ذهن من اومده، ببینین درسته. ببینین احساس میکنم همونطوری که ما مثلا میگیم که شفا دست خداست، بله. خب ولی ما قرص میخوریم، بله. شربت میخوریم، دارو میخوریم، اما میگیم اون کسی که شفا میده خداست. یعنی شفا این وسیله میشه، شفا رو در این میگذاره و شفا به ما میرسه. تو بحث مثلا دفاع از دفاع در برابر موشک‌هایی که دشمن پرتاب میکنه، خب مثل همون قرصه، ما باید در مسیر دفاع نظامی حرکت، مثلا نمیدونم پدافندامون رو قوی بکنیم، به روز بکنیم، تجهیز بکنیم، از علممون، از قدرت‌های نظامیمون استفاده بکنیم که اینا اثر نکنه اون موشکه. اما بخوایم این شمشیر برنده نباشه، این موشک اثر کافی نداشته باشه، علاوه بر اینها دعا هم مدد اله. بله. آره از خدا بخوایم که او مثل شفایی که اینجا شفا رو خدا میده، اونم اگه بخواد اثر نکنه خدا باید در واقع نخواد. اصلا اون توانش، اون استعدادش، اون قوتش خداست. ما خیلی نمیدونم همه مقدماتمون 2 تا 4 تایی شده. امام دقیقاً دارن میگن خدایا اصلا اون یه مشغولیتی پیدا کنه، به گونه‌ای درگیر بشه که دیگه اصلا ذهنش انگار از این موضوع جدا بشه. یعنی اصلا ذهن درگیر یه موضوعی بشه، حالا اختلافی پیدا کنه بین خودشون آمریکا. اون دعای مرزداران امام سجاد ریز جز به جز بیان میکنن خدای آذوقه بهشون نرسه، خدای بینشون اختلاف بیفته، بشر المشرکین بالمشرکین، بد به بد مشغول بشه. اینجا امام علیه السلام فرمان خدایا یه مشغولیتی براشون قرار بده و عجزن اما یناوی. خیلی جالبه. خدایا از اون چه قصد میکنه، از اون چه نیت میکنه، اون کاری که میخواد انجام بده عاجز باشه، نتونه انجام بده. ما باید این نکته رو توجه داشته باشیم. اگر توان و قدرت داریم مدد الهه، یاری الهه. خدا نکرده انسان به خودش قهر نشه. این ماییم، این توان ماست. این توان رو کی به ما داده؟ این عظمت رو کی به ما داده؟ امام سجاد علیه السلام در دعای مرزداران، در دعای 27 صحیفه زیبا اشاره میکنن، میگن خدایا بین سپاه دوست الفت قرار بده، بین دشمنا تفرقه قرار بده، اینا رو از هم جدا قرار بده، پراکنده قرار بده. خب واقعا اگر ما با هم نباشیم، متحد نباشیم، یه دل نباشیم، همین ارتش و سپاه ما با هم اختلاف داشته باشن، هیچ. خب همین دوستی که این قوای نظامی و انتظامی ما با هم دیگه دارن، اینا چیه؟ اینا لطف خداست. این که یه تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب دارن، این که انصافا هر کسی کارش رو تو زمان خودش درست انجام میده، اینا همه عنایت خداوند. ما نه تعلل میکنیم، نه شتاب زده عمل میکنیم. یه حرکت اشتباه، یه حرکت اشتباه چی میشه؟ عملا تو قالب دعا، این که حضرت آقا فرمودن دعای 14 رو بخوانید، از قالب دعا استفاده کنید. خیلی ممنون. چقدر خوبه که شما الحمدلله اشراف هم دارین به مجموعه صحیفه، از وسط این دعا و از دعاهای شماره‌های دیگر هم استفاده می‌کنید، مزامینش رو برای
اینکه اون به کمال برسه. خدا خیرتون بده. خب ما یه فاصله با اجازه شما بگیریم و برگردیم، باز در ادامه خدمت شما هستیم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نظرم یه نکته خیلی ظریفی اینجا هست که خیلی قابل تأمله، این که توی هر حوزه‌ای از جمله حالا مسائل نظامی و مقابله با دشمنان و اینها، تو هر حوزه‌ای تو اگر توانمند شدی، اگر که به مدارجی از پیروزی و اینها رسیدی، حواست باشه یک ذره غره شدن، یک ذره غرور، یک ذره این که آقا منیت بیادی، مثلا چه یک نفر، یک جامعه که آقا من تونستم، من باز خودم چیزم، همونجا محل پرتگاهه. بله. این خیلی نکته باریکتر از مویه که باید خیلی بهش توجه بشه به نظرم. همیشه ما در نماز وقتی میگیم ایاک نعبدو، به تعبیری میخوایم یکم به خودمون قره بشیم. خدایا ایاک نعبدو، تنها تو را میپرستم. ما این داریم تو را میپرستیم. برخی مفسرین زیبا اشاره میکنن، میگی و ایاک نستعین، بلا فاصله بعدش که حواست باشه اینم به کمک توه. من اتفاقا جدیدن تو یکی از حرم ها گفتم زائرین عزیز، اگه اومدید زیارت ها، این منم اومدم زیارت، این منم امسال 5 بار اومدم مشهد، نه توی منو دعوت کرد. آره، یعنی گاهی انسان ها ما این کار رو انجام دادیم، ما این مدرسه رو ساختیم، ما این مسجد رو ساختیم، ما این کار خیر رو انجام دادیم، همش خدا. نه به نتیجه نمیرسه. خداست. تجربه نشون داده اونجایی که من میاد وسط کار، همونجا تموم میشه. و بعض وقتا اگر کارم بمانه روح نداره. نه اصلا اون به اون غایت و اوجی که باید برسه. امام علیه السلام ادامه میدن اللهم و صل علی محمد و آله و لا تسبق له ظلمی. خدای اجازه نده او به من ظلم کنه. خیلی جالبه دا. و احسن علیه اونی، و احسن علیه اونی، نیکو کن کمک کردن مرا بر علیه او. یعنی خدایا او نتونه با من کاری انجام بده، من بتونم به او ضرب بزنم. احسن علیه او. این از خدا میخوایم، یعنی به تعبیر یاریم کن که بتونم. اما چقدر دقیقه، او ظلم نکنه، من بتونم به تعبیری به او حمله کنم. اما و عصمنی من مثل افعاله، خدایا منو بازدار از این که مثل او حرکت کنم، منم ظالم میشم، منم ظالم باشم. نه او به من ظلم نکنه، به من کمک کن با او مقابله کنم، اما مقابله من مثل کار او نباشه. ولا تجعلنی فی مثل حاله، قرار مده مرا در مثل حال او. یعنی عملا اگر او واقعا بچه رو، الان واقعا جریان فلسطین رو ببینیم، جریان لبنان رو ببینیم، اگر او داره چقدر بچه با چه وضعیتی، عملا ولی با این طبق این دعا میگه من کمک کن من مثل او نشم، من الگو از او نگیرم. آره. او سیدی زد من عیناً بزنم. خدایا او به من ظلم نکنه، من توان مقابله داشته باشم، من در مقابل او بایستم، من در مقابل او حرکت کنم، اما الگوم او نباشه. من امروز جایی میگفتم ظلمی که این خبیثا دارن میکنن حیوان به حیوان نمیکن. واقعا یه حیوان درندرم از شیری که گرفته، یه کسی بیاد زندگی حیوانات رو ببینه حیوانهای درنده جنگل، چه شیر، چه ببر، چه گرگ، واقعا این گونه وحشیانه حمله میکنن، واقعا این گونه حرکت میکنن. اینا انصافا انسانیت که هیچ، واقعا چگونه دارن حرکت میکنن. بلعم ازل واقعا بله، واقعا بلعم ازل. امام میگن خدایا من مثل اون نباشم. بعد ادامه میدن خدایا اللهم صل علی محمد و آله. من فقط دعا رو ترجمه میکنم، بینندگان بزرگوار انصافا با دعا انس بگیرن. دغدغه حضرت آقا اینه که
با صحیفه باید اونس گرفت. ام. این صحیفه رو باید خون. یعنی انسان بخواد واقعا نگاه دین رو بفهمه، نگاه اهل بیت رو بفهمه، این صحیفه رو ببینه، دقیقا متوجه میشه. و انصافا خود حضرت آقا چه در بحث کرونا آدم میبینه دعای هفتم رو سفارش کردن. الان یعنی ما بحران هایی که داریم دعاهای صحیفه رو سفارش میکنن. الان دعای 14 رو سفارش کردن. خیلی بجا نشون میده که فهم دارن، اسلام شناسن، متن رو میشناسن، خودشون با متن اونس دارن. و اعدنی علیه ادوی حاضره، خدایا به من به یک کیفر آماده، یعنی خدایا به من کمک کن ادوی، این مقابله من، این حرکتی که میخوام برای او در مقابل دشمن انجام بدم یه حرکت سریع عاجل آماده بشه. یعنی دیگه تأخیر توش نباشه. این آماده بودن کیفر یک کیفر سریع و تندی باشه. تکون من غیظی بهی شفا و من حنقی علیه وفا. فرصت داریم اینو وارد گفتن فرصتمون تمامه، میخواید بذاریم برای چون عبارتش کمی بحث داره بذاریم فکر کنم اینجا رو علامت بذارین، انشالله هفته آینده به شرط خدمتتون